آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم. آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، درس امروزین درس دهم از شرح کتاب اصول سیگانه. مؤلف کتاب میفرماید که مرتبه الثانیه، ای مرتبه دیم، یک اسلام مرتبه دیم ایمان، و میگوید که حدیث پیغمبر میبرد که و هو بضع و سبعون شعبه فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماته الاذى عن الطريق والحياه شعبه من الايمان. میگه مرتبه دیم ایمان است و ایمان میگه هو بضع. کلمه بضع در زبان عربی ای 3 تا 9 میشود. بضع و سبعون شعبه، میگه ایمان ای 73 تا 79 شاخه ها دارد. شعبه شاخه ها میشود. 70 یعنی که از 73 تا 79 چرا دارد؟ شاخه ها می شود. پس شرح میتید که ایمان همین قدر است. از 7 در روایت دیگه ای 60 ای 63 تا 69، یا که از 73 تا 79 چی دارد؟ شعبه یا شاخه ها می شود، تقسیم می شود. خلاصه فاعلاها میگه بلندترین آنها، یعنی در بلندترین درجهش میگه گفتنی لا اله الا الله، نیست معبود به حق شایسته عبادت مگر الله. و ادناها، و پایانترین درجه ایمان این چی است؟ اماته الاذى، ای دور کردنی آنچه که گذرنده رو در راه اذیت میدهد، از سنگ باشد، خس و خاشاک باشد، خار باشد، بوی بد داشته باشد، موسر باشد، چیزی نباشد، او را از راه دور کردن. اینم چی است؟ میگه اینم یکی از شعبه یا که شاخه ها ایمان است. والحیا شعبه من الایمان، میگه حیا، شرم و حیا داشتن، اینم یک قسم از چی است؟ یک قسم از ایمان است. در اینجا میگوید که از مرتبه های دین ایمان در زبان چی میگه؟ ایمان در زبان میگه تصدیق است. ما میگیم که ایمان در زبان هم تصدیق است، باوری است، و هم چی است؟ و هم اقرار است. هم تصدیق و هم اقرار. و در شریعت چی میگه؟ میگه اعتقاد بالقلب، انسان به دلش اعتقاد میکند. ایمان گفتیم کو فرق دارد. ایمان معنای لغویش، معنای شرعیش، ای ارکانش فرق دارد. این چیزهایی که ما میگوییم اینا چی است؟ ایمان در لغت میگه تصدیق، باوری و چی؟ و اقرار است. و در شریعت میگه اعتقاد بالقلب، اعتقاد کردن به دل، و قول باللسان، و سخن گفتن با زبان، و عمل بالجوارح، و عمل کردن به اعضای بدن. و هو بضع و 70 شعبه، و یعنی که از 73 تا 79 چیز شاخه ها می شود، یا که جزء تقسیم می شود. خلاصه بعد میگه که یعنی حیا شرم و حیا از ایمان است. و گفتیم درباره ایمان گفتیم که ارکانش چی است. در حدیث جبریل درباره شرح دادیم که ایمان گفتیم که ایمان به الله آوردن، به فرشتگانش و کتابهایش و رسولانش و روز قیامت، و ایمان داشتن به چی؟ به بدی و نیکی، قضا و قدر ایمان داشتن. اینا گفتیم اینا چی است؟ اینا رکنهاش هستند، رکنهای ایمان. ایمانی که در بر میگیرد عملها را در بر میگیرد و نمودهای عمله. چخلی که الله عز و جل میگه نماز ایمان میگه در سوره بقره 143 الله میگه که و ما کان الله لیضیع ایمانکم، یعنی که الله عز و جل ضایع نمیکند ایمانهای شما را. اگه ایمان به معنای نماز، همون نمازهایی که مفسرها در همین شرح همین آیت میگن که نمازهایی که به خانه بیت المقدس میخواندند مسلمان صحابگان پیش از آن که امر شده باشند به چی؟ به خانه کعبه. پیش به چی میخواندند؟ بیت المقدس میخواندند. انا همون وقتی که کافرها میگویند که نمازهای شما به چی میخواندی؟ به بیت المقدس، برباد رفتن. بعد الله میگه که و ما کان الله لیضیع ایمانکم، ای الله عز و جل هرگز ضایع نمیکند یا که بیکار نمیکند اون نمازهایی که به جای ایمان، نماز ایمان میگه در این سوره، یعنی عمل ایمان است. برای این عمل چی میگه؟ ایمان میگه، نماز ایمان میگه در این سوره. ایمان به الله در بر میگیرد 4 چیز را، 4 امر را در بر میگیرد. یکم ایمان به وجود الله، ایمان داشته باشیم که الله وجود دارد، الله هست، و به هستی الله چی دلالت میکند؟ فطره انسان و عقل انسان و شریعت و احساس حس انسان. اما میگه دلالتی که فطره میکند به وجود الله، هر یک مخلوقی که الله می آفرش و فطره دارد، در فطره می آفرش، یعنی که همچون مسلمان می آفرش، در ایمان که دک تولد می شود و در ایمان می آفرش الله او را. میداند که خالقش کی است، میداند که همون کودک اولی بپرسی که الله در کجاست، بگه در آسمان. این فطره طبیعی کودک است که میداند. چخلی که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید هر یک مولود، هر یک یعنی نوزاد
نوزادی که تولد می شود از مادرش وای میگه تولد می شود و چی فرا دارد وای چی نمود کودکی نباشد، چی نمود نوزادی نباشد، کافر از یهود است، از نصرانی است، از مسلمان، همش در فطرت تولد می شود، همش مسلمان تولد می شود. پس پیغمبر میگه فابواه یهودانی، پدر و مادرش او را چی اگر یهودی باشن یهودیش بکنن، اگر نصرانی باشن نصرانیش بکنن، اگر مجوسی باشن آتش پرست باشن آتش پرست میکنن. یعنی در اصل کودک نوزادی که تولد می شود کودک باید در چی است؟ در فطرت، در اسلام است. اما دلالتی که عقل میکند به وجود الله، همه این مخلوقاتی که در پیش بدن و از پیش می آیند، همه اینا برای اینا حتمی است که یک آفریدگار باشد که آفریدگار اینها را چی پیدا کند. یعنی این امکان پذیر است که خود به خود همه چیز پیدا شود یا که ناگهانی صدفه پیدا شود. این امکانیت ندارد. برای چی؟ برای آنه که امکان پذیر است که یک چیز خود را آفرد، انسان خود را آفرد یا که حیوان خود را آفرد. برای چی؟ برای که این چیز خود را هرگز نمی آفرد. برای چی نمی آفرد؟ برای که در اصل اون نبود، پیش اون نبود، پیدا شد. چخیل پیدا شد؟ برای که او را کسی آفرید. او در اصل نیستی بود، بعد پیدا شد. چخیل نیستی خالق می شود؟ نیستی خالق نمی شود. نیستی خود را نمی آفرد. یعنی یک ذات هست که او را می آفرد که اون ذات مخلوق نیست، که او الله است که او را می آفرد. یعنی انسانی که مخلوق است و نیست، عدم است. عدم یعنی نیستی. او چخیل خود را می آفرد و نه امکان دارد که همه کائنات، همه هستی خود به خود یا که صدفه ناگهانی پیدا شود. چرا؟ برای که این قدر مخلوقاتی که در زمین هستند و در آسمان هستند و خود آسمان و خود زمین و خود کوه ها و خود حیوانات و حشرات و همه اینا به یک نظام، به یک سیستم بسیار نازک و دقیق می رود. معامله انسان به انسان، معامله حیوان به حیوان، برآمدن آفتاب، نشستن آفتاب، برآمدن مهتاب، اینا همش یک سیستم هستند که بسیار تناسق هستند، بسیار دقیق هستند. برای همین هرگز این مخلوقات خود به خود نفس خود را پیدا نکرده است، نه آفریده است، ایجاد نکرده است و نه صدفه ناگهانی پیدا شده است. پس برای این لازم است که یک پیداگری، یک خالقی، یک آفریدگاری باشد که همه این کائنات و مخلوقات را آفرد که او الله عز و جل است. و چخیلی که الله عز و جل در سوره تور می‌فرماید ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. چخیلی که الله می‌فرماید آیا از هیچ چیز آفریده شدند یا خود آفریدگاری خیشتنند؟ یعنی خودشون آفریدند؟ هرگز نه. یعنی هرگز آفریده نشده اند بدون خالق و نه آنها نفسهای خود را آفریدند. پس در اینجا حتمی است که الله عز و جل خالق آنهاست. مثال عقلی می‌بیاریم، مثل که یک شخص برای تو میگوید که یک قصر زیبایی هست که گرد آن باغ‌های هستند و بین آن رودهای جاری میشوند و اون قصر درونش همش فرش زیبا و زیب و زینت به همه نمودهای زیب و زینت آراسته شده است. یک کس بری تو میگوید که همین هراینه، همین قصر و آن چیزی در این قصر است از همون کمال و از همون زیب و زینت این خود را پیدا کرده است، همین قصر خود را پیدا کرده است، یا که این قصر صدفه یعنی ناگهانی که پیدا شده است بدون هیچ پیداگری. در حال در اندیشه تو چی میاد؟ انکار کردن همین سخن و تکذیب کردنش که چه خیلی امو قصر خودش پیدا شده است یا که امو قصر خودش آفریده است، خودش پیدا کرده است. در حال در سر تو چی میاد؟ که همون انسان دروغگو میکنه، میگه نه خیلی نیست و قول او را میگه تو گپی پوچ، گپی سفسطه زده ایستاده‌ای که این خیلی من قصر با همون زیباییش و با همون درخت‌ها و با همون گرد و اطرافش که باغ‌ها هستند و نهرها جاری هستند و خود را میآفرد یا که ناگهانی پیدا شده است. نه. پس آیا جایز است که همین کون، همین جهانی هستی را، همین وسیعی زمین و آسمان، همین افلاک و همین احوال، همین نظام و همین نظامی خیلی نازک و دقیقی که الله خیلی حیرت انگیزی که هست در همین جهانی هستی، همین خودش را پیدا کرده است یا که صدفه پیدا شده است که به یک نظام و به یک سیستم دقیقی کار میکند؟ برای همین انسان پس حتمی است که برای همه این کائنات هستی کسی هست که او را آفریده است که الله عز و جل است، به خالق نیست، خود به خود پیدا نمی شود هیچ چیز. اما دلالت از شرع، از شریعت به وجود الله این است که چقدر کتاب‌های آسمانی که آمدند از الله به زمین، همین کتاب‌ها همینه، یعنی میگویند که آفریدگار همه چیز الله است و آن حکم‌هایی که در همه اون کتاب‌ها از آسمان فرود آمده اند همش برای چی است؟ همش برای فایده خلق است. برای این دلیل است که در آنجا پروردگار حکیمی هست، دانایی هست به چی؟ به همه چی چیز به خلقش فایده است و چی چیز به خلقش ضرر میرسد، چی چیز به خلقش فایده است او را امر کرده است و چی چیزی که برای خلقش ضرر است او را خلقش را منع کرده است. اما
اما چیزی که دلالت میکند به حس کردن انسان حس میکند که در اونجا یعنی که الله وجود دارد. ایروی حس خیلی که ما میشنویم و ما مشاهده میکنیم مردمی که دعا میکنن دعای آنها استجابت میشود. یعنی هست کسی که دعای مردم استجابت میکند که او الله هست. خیلی که الله عز و جل میفرماید و نوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له، سوره انبیاء 76 آیت. و هنگامی که نوح میگه علیه السلام ندا کرد، ای دعا کرد الله پیش، پس ما برای چی دعای او را استجابت کردیم. همه خیلی دیگر که الله میگه و اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم، هنگامی شما از الله طلب یاری و کمک میخواهید پروردگارتان، پس برای شما دعای شما را استجابت میکند. همه خیلی دیگر حدیثی که از پیغمبر بزرگوار از انس بن مالک است، وقتی که اعرابی بادیانشین آمد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم روز جمعه خطبه میکرد، پس گفت ای رسول الله همه مال همه چاروا و مال هلاک شد، تباه شد، فرزندان گرسنه ماندند، پس برای ما دعا کن که باران بارد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستاش برداشت و دعا کرد. پس در یک حال کوتاهی که همه آسمان پری ابر شد مثل کوها، ابرهای کلان. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا آنکه که از منبر تمام کرد خطبه و از منبر پایان که فرامد، یعنی که باران بسیار میبارید که حتی وقتی که از منبر پایان شد همه ریشی مبارک پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم تر شد و باران از ریشاش میریخت. و در جمعه دوم همون مرد که دیگر مردی آمد پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ای رسول الله همه خانه ها ویران شدن، همه مال غرق شد، الله دعا کن. پیغمبر دستاشو برداشت و گفت که اللهم حوالینا لا ولا علینا. پیغمبر چی گفت؟ دعا کرد که باران در گرد و اطراف ما اینه که ما را ضرر نرسوند، در ما نبارد و گرد و اطراف ما بارد. وقتی که امین دعا کرد پس باران قطع شد. باران در حال همین معنای چرا دارد که یعنی که این یک امری هست که این انسان این حس میکند، مشاهده میکند که باران. پیغمبر وقتی دعا کرد باران بارید، وقتی که دعا کرد که دعا باران من شود باران من شد. این دلالت میکند که چی؟ در آنجا کسی است که دعا را استجابت میکند، خالقی است که مردم به او لجوء و مراجعت میکنن، مناجات میکنن که او دعا را قبول میکند. و از حسیات دیگر آیاتایی که معجزاتی که پیغمبران آوردن مردم را مشاهده میکردن، میشنیدن، میدیدن. اینم چی است؟ حجت‌های برهانی بسیار روشن و آشکاری است که پیغمبران از دست آنها چی می آمد؟ معجزه های می بود که الله برای آنها عنایت کرد، عنایت و ارزانی کرده بود. و معجزه‌ای که الله برای موسی داده بود عصا، وقتی که در پیش بحر آمدند یا که دریا آمدند، همون دریا را که زد دریا از هم شگافت و هر بخشی همچون کوهی بزرگ گردید، کوهی بزرگ، و 12 راه خشک در آن پدیدار شد که برای گذاشتن بنی اسرائیل از زمان آب که از پس آنها فرعون بود. این هم یک معجزه بود، معجزه‌ای که انسان این را مشاهده میکند، حس میکند. به این قادر نیست مگر الله. همه خیگر عیسی علیه السلام که الله میگه و احیی الموتى باذن الله، و زنده میکنم مرده را با اذن الله، به رخصت الله مرده را زنده کرد. و مرده را زنده کردن انسان میتوند، این در توانایی انسانگری نیست. همه خیلی دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و وقتی که در سوره اقتربت الساعه وانشق القمر، قریش وقتی که طلب کرد یک آیت معجزه، پیغمبر اشاره کرد به چی؟ با ماهتاب اشاره کرد. پس ماهتاب دو پاره شد، مردم او را تماشا میکردن، میدیدن قریشیا در اون جاهلی بودن، با ایمان نآوردن. بعضیش این چیزی چی است؟ محسوس است، حس میکنین که الله عز و جل برای یعنی که برای رسولاش همچون برای دستگیریشون برای آنها همین معجزات را میسر میکند که از دستشون بیاید و همین کار را بکنن. همش الله به اونها را میده. همین طور دیگر دیم گفتیم، یکم گفتیم ایمان به چی؟ به وجود الله. دیم ایمان به ربوبیت الله، ای او تنها پروردگار است، شریک ندارد و کمک کن یاری دهنده ندارد. و رب گفتیم پروردگار چی معنا دارد؟ پروردگار اون کسی است که برای او آفرینش است و پادشاهی است، دارایی و امر است، یعنی در دست او امر است، فرمان در دست الله است. پس نیست آفریدگار مگر الله، نیست پادشاه مگر الله، و نه فرمان نیست مگر در دست الله. چخلی که الله عز و جل میفرماید الا له الخلق والامر، سوره اعراف. الله میفرماید که آگاه باشید که آفرینش و تدبیر جهان برای او و به فرمان او است. باز الله عز و جل سوره فاطر 13 آیه میفرماید که ذالکم الله ربکم له الملک
والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. الله میفرماید که این است الله پروردگارتان، فرمانروایی برای اوست و کسانی که بجای او پرستش میکنند یا که میخوانند. ببینید مالکی پوستی خرمای هم نیستند. تصور کنید که مالکی دارنده پوستی خرما نیستند. و یگان کس انکار نکرد ربوبیت الله و انکارم نمیکند مگر اون کسی که از روی کبر انکار میکند ولی در دلش هست که پروردگاری همه جهانیان الله هست، ولی آنها در الوهیت شرک می‌ورزیدند ولی در پروردگاری اعتراف میکردند. و چقدر که فرعون از روی کبر انکار کرد، گفت که انا ربکم الاعلی، من پروردگاری بلند پایه یا که اعلای شما هستم. سوره نازیات. و چقدر باز میفرماید یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری. خلیق فرعون از روی کبر فرمود. فرعون گفت ای بزرگان قوم، من جز خودم معبودی برای شما نمی شناسم. ولی این از روی عقیده نبود، گفتی همون تاجیکا از تحت دل نبود و در دلش میدانست که اینجا پروردگاری هست. خلیق الله عز و جل میگوید و جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. سوره نمل 14 آیت. خلیق الله میگوید در دل به آن یقین داشتن، از روی ستم و برتری جویی انکارش کردند. یعنی فرعون میدانست او پروردگار نیست، او معبود نیست، ولی انکار میکرد و به مردم میفهماند که منم پروردگار شما. باز الله عز و جل میفرماید که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم. سوره زخرف آیت 9. شکلی که الله میفرماید و اگر از آنان بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفرید، خواهند گفت آنها را الله قادر و دانا آفریده است. سیم مرتبه گفتیم ایمان به چی؟ به الوهیتش، ای که الله تنهاست، معبودی بر حق تنهاست، شریک ندارد. گاهی گفتیم اله معنای معلوه دارد و معنای معلوه ای معبود که او را ما همچون معبودی بر حق شایسته عبادت از روی دوستداری و محبت و از روی بزرگی و با شکوهی پرستش میکنیم. یعنی هم او معبودی بر حق است و هم از روی دوستداری و محبت و تعظیم او را چی پرستش میکنیم الله عز و جل را. چقدر که الله عز و جل میفرماید و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. سوره بقره 163 آیت. و معبودی بر حق شما الله یگانه است، جز او معبودی بر حق نیست، بخشنده مهربان است. پس گفتیم که هر یک قومی که برای خود بت معبودی میتراشد، معبودی میگیرد و او را عبادت میکند و او را نامگذاری میکند و او را عبادت میکند، این همه این معبودان و همه این خدایانی که آنها برای خود میتراشند و عبادت میکنند، همه اینها باطل است، معبودان باطل هستند. معبودی بر حق شایسته عبادت تنها الله است. خیلی که در آیات‌های پیش گذاشتیم که آنها خود برای آنها نامگذاری میکنند و آنها را عبادت میکنند از غیر الله. و از همه این خدایان و معبودانی که آنها عبادت میکنند معبودانی باطل و معبودانی چی هستند؟ قادر و توانا نیستند. و این خدایانی که معبودانی که آنها برای خود گرفتند، اینا نه یگان خاصیت های الهی دارند. همه این معبودانی که آنها گرفتند آنها مخلوق هستند، هیچ چیز را نمی آفرند و برای آنها یگان منفعت جلب نمی کنند برای امانایی که عبادتشو میکنند و یگان از امانایی که عبادتشو میکنند از آنها یگان ضرری را دور نمی کنند. برای آنها یگان دارای حیات و مرگ نیستند و نه دارای یگان چیزی در آسمان و در زمین نیستند. آنها خدایان و معبودان باطل هستند که نه فایده رساندن میتوانند و نه ضرر رساندن میتوانند. آنها مخلوق هستند و آنها نابود شونده هستند. خیلی که الله عز و جل میفرماید قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. سوره 7 آیت 22-23. بگو کسانی را که بجای الله معبود پنداشته اید
معبود گرفته اید، خدا گرفته اید. بخوانید آنان به میزان ذره مالک و دارای چیزی در آسمان و زمین نیستند و در آسمان ها و زمین کمترین حق مشارکت در خلقت و مالکیت و اداره جهان نداشته و خداوند در میانشان یاور و پشتیبانی ندارد تا در اداره مملکت کائنات بدو نیازمند باشد. یعنی الله عز و جل مراجعت به همون نفران میکنند که از غیر الله معبودان دیگری میگیرند که آنها یک ذره در آسمان ها و زمین ذره کمک رساندن میتوانند و در یگان چیز سهم خود را نگذاشتند و برای الله هم یگان فایده نآوردند و هیچ گونه شفاعت در پیشگاه الله سودمند واقع نمیگردد و شفاعت نزد الله جز برای کسانی که خداوند اجازه دهد سودی ندارد. پس اگر که حالی اون معبودان همین باشد، پس چرا آنها را معبود خدا میگیرند؟ و کسی که آنها را خدا و معبود بگیرد پس انسانی کم عقل و ناسپاس است که یک چیزی را معبود خود میگیرد که او به اون فایده و نه ضرر رساندن میتواند و او مخلوق است و از بین می رود. حتی مشرکانی که در دور پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند آنها ایمان داشتند و اقرار میکردند که الله پروردگار است، خالق است، ملکوت همه چیز در دست اوست، ولی در الوهیت الله، در عبادت الله به او شریک می‌ورزیدند. چهارم گفتیم ایمان به صفتان و نامهای الله ایمان بیاریم. ایمان ما چگونه است؟ آن چیزی را که الله برای خود ثابت کرده در کتابش ما باید اثبات کنیم و چخیلی پیغمبرش در سنتش از نامها و صفتها برای او ثابت کرده است ما باید اثباتش کنیم به همون روی و پهلویی که لایق است برای الله، از غیر چی؟ از غیر تحریف، از غیر تغییر دادن معناش و نه بیکار کردن و نه چگونگیش و نه ما او را نامها و صفتهای الله را بر دیگر چیز مثل مانند بگوییم. چخیلی که الله عز و جل می فرماید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سوره اعراف 180 آیت الله چی میفرماید؟ نکوترین نامها برای الله است، پس الله را با آنها بخوانید، دعا کنید و کسانی را که در نامهای الله انحراف و تحریف میکنند و آنها را بر غیر او مینهند رها کنید. آنان به زودی به مجازات آنچه میکردند خواهند رسید. در نامهای الله تحریف، نامهای الله را نه به نشان دهنده نقص نگیرید. یعنی الله را به الله یک نامهای الله را تغییر میدهند یا که نامهای نقص به او نسبت میدهند. باز الله عز و جل میفرماید که وله المثل الاعلى فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سوره روم آیت 27. برای او بالاترین وصف در آسمان ها و زمین است و او بسیار با عزت، توانا و شکست ناپذیر و حکیم است. با چخلی که الله میفرماید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. سوره شورا 11 آیت. او را هیچ چیز در آسمان ها و زمین مانندی نیست و او همتا ندارد و او شنوای بیناست. یعنی که ما اونسی نام ها و صفت هایی که الله برای خود گذاشته است در قرآن آورده است و پیامبرش در سنت گفته است ما آنها را به الله اثبات میکنیم، معنای آنها را و کیفیت آنها را، دانستن کیفیت آنها را به الله حواله میکنیم که الله خودش میداند. نیکی به چیزی که الله اثبات کرد برای خودش ما اثبات میکنیم، از دست و از چشم و از روی و همه این ما اثبات میکنیم چخیلی که هست، ولی کیفیت او را به الله حواله میکنیم. در نامها و صفاتها دو طایفه گمراه شدند و آنها را برای شما ما درس آینده به شرح میدهیم که یکی را معطله میگویند و دیگری را مشبهه میگویند. و از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.